شبنم ما امروز رفتیم کجا؟ بابا برنت کراس، یکی از شاپینگ سنترهای این لندن. رفتیم انتروپولوژی. آره خلاصه انتروپولوژی یه فروشگاه آمریکاییه که 30 سال پیش تو آمریکا تأسیس شده. نه بابا، توسط جناب آقای ریچارد هین. توی این فروشگاه وسیله‌ای مثل لباس، وسایل آشپزخونه، شم زیورالات، شم، همه چیز پیدا میشه. حیف که قیمتش نسبت به مغازه‌های دیگه یه کمی گرونه، ولی کیفیت ها عالی. دیدی که؟ آره دیگه، چونم براتون بگم. ولشون کن، بذار برم فیلمو ببینم. باشه. بای.